با دستگیری بواسطه مأموریت کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشخوجه اسیری امروز در صحن انعامی کتابخانه چاره‌بینی بخشیده بر روز کودکان برگزار گردیده ایستاده است و خیلی که ما می‌بینیم کودکان امروز چنان شاد و خرسند هستند و ما برنامه را پیگیری می‌کنیم. بخشیده به روز کودکان در کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشخوجه اسیری محفل ادبی و فرهنگی دنیا با کودکان می‌خندد برگزار گردید. در آن شاعران، نویسندگان، استادان و کودکان شعرخوارگاه‌های شهر خوجند اشتراک نمودند. در صحن کتابخانه گروه کرنای نوازان مکتب صنعت بچگانه رقم 4 شهر خوجند کودکان را استقبال گرفتند. ҳамасола дар ҷаҳон санаи 1 июн ҳамчун рӯзи ҳифзи кӯдакон таҷлил карда мешавад. ба хотири болида гардонидани насли рӯ ба камол кӯдакони дӯсрӯе ки ояндаи тоҷикистон ҳастанд, кормандони китобхонаи вилоятии оммавӣ ба номи тошхоҷа асирӣ як маҳфили фарҳангӣ, як маҳфили адабӣ баргузор намуда истодаанд. бо ин роҳ мехоҳем ки кӯдакон бо китобхона ошно бошанд, аз мақсадини китобхона баҳраманд гарданд ва воқеан худро кӯдакони хушбахти замони истиқлол шиносанду донанд. محفل دایرکتور کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشخوجه اسیری بهرام میرسیدوف افتتاح بخشیده حاضرین را با روز بین المللی کودکان تبریک نمود. در دوام محفل از جانب یک گروه خوانندگان برنامه فرهنگی پیشکش کرده شد. هدف از تشکیل محفل ها حمایت حقوق کودکان و اینچنین تجلیل باشکوه روز بین المللی آنها به حساب می رود. در چاره‌بینی مذکور نماینده از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت اشتراک نمود. تاجبای سلطانی مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوخت پیام شادباشی رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده را برای حاضرین رسانید. وی تاکید نمود که امروز برای کودکان در مؤسسات تا مکتب شرایط مهیا کرده شده است تا در این مؤسسات به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده نسلی با معرفت به وای رسند. تمام کشورهای جهان روز بین المللی حفظ کودک تجلیل می‌گردد. در ولایت ما با این مناسبت سلسله چاره‌بینی ها در بخشا گرفته شده است که یکی از همین چاره‌بینی ها چاره‌بینی امروزه به حساب می رود. تشکیل چاره‌بینی مذکور بهانه بود برای بالیده خاطری کودکان. در آخر مأموریت کتابخانه با گروه کودکان تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرد. گزارش سرور همدمов نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.